الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. بزرگان یک غزل خوب مانده رفتند. عید قربان آمد و در مکه حج اکبر است. دوستان را تبریک نمودن سنتی پیغمبر است. برادران و پدران بزرگوار و خواهران مادران عزیز و موی سفیدان و مردمان غریبستان، اینک امروز یک روز مبارک، روز سعید قربان از بابای ابراهیم بر ما سنت مان. شما را در این روز پربرکات و پرفیض از صدق دل از درگاه رب، تنصیحتی، خاطر جمعی، خانه آبادی، ایمان مستحکم و بهترین خوشی های زندگی را تمنا داریم. بزرگان بهر مایان اشعار خوب میراث گذاشتند. خدایا این ملت را یار باد، که حفظ دین و آیینگر باد. مبارک عید قربان بر کس باد، که صاحب مذهب و دیندار باد. ای که در راه سفر باشی بر تو راهی سفید، منتظرن خاندان برگشتنت با صد امید. ای غریب از نام تو بر مادری جانت سلام. عید مبارک ای برادر، بر تو عمری بردوام. بار دیگر عید بر تمام مسلمانان روی دنیا مبارک باشد. با شما باد صدای خدا. آماده شدن را فراموش نکنید.